درود به همتون. عذرخواهم به خاطر تأخیر. الانم راستش رو بخواید خونه پدر مادرم هستم و شارژر هم همراه هم نیست و متاسفانه درود به همه شما، سلام و شارژ هم ندارم. ببخشید، قرار نبود این شکلی بشه ولی خوب شده دیگه. عذرخواهم. راستش رو بخواید امروز میخوام براتون از یه حقی بگم که بسیار بسیار درود بر شما، درود بر همتون. خوشحالم میبینمتون، مرسی که هستید، خیلی خوش اومدید به این لایو. موضوع لایو حق حبسه، یعنی میخوام از موضوعی براتون بگم که قانونیه کاملا، اما بسیاری از زندگی ها رو با اعمالش نابود میکنه و اونم چیزی نیست جز حق حبس. خب هفته فکر کنم اوایل هفته بود، ما راجع به حق حبس کلی با هم دیگه صحبت کردیم اگر خاطرتون باشه، و الان که نگاه میکنم خیلیاتون با من همراه بودید توی این استوری ها و تا یه حدودی در جریان هستید. حق حبس حقی هستش که در واقع به زوجه داده میشه و زوجه حق داره از این قانون استفاده کنه. خب حق حبس چی هست؟ حق حبس مربوط به خانومی میشه که تمکین خاص رو انجام نداده، در زندگی زناشویی وارد عقد میشن، عقد میکنن، اما خب وارد تمکین خاص نشدن، به هر دلیلی عقد کردن ولی با هم بیرون رفتن، با هم دیگه سینما میرن فلان و اینا، ولی خب تمکین خاص رو ندارن، یعنی همچنان خانوم دوشیزه است. این راحت تره براتون. حق آقایون، خب دارم اینو میگم خب که شما آقایون بدونید که این حق وجود داره، بنابراین مهریه های سنگین رو قبول نکنید تا اون عروس خانوم نیاد بگه که بله من میخوام از حق حبسم استفاده کنم و شما به عنوان همسر اون خانوم ندیه اون خانوم رو ببینید و فقط مجبور بشید هم نفقه پرداخت کنید و هم مهریه خانوم رو. اوکی؟ پس بنابراین این هم به نفع شماست، یعنی یه جور آگاهیه اگر گوش کنید، اگر صبور باشید و اگر خواهان این آگاهی باشید. به هر حال انتخاب با شماست. پس حق حبس حقی هستش که زوجه میتونه اعمالش کنه و قبل از اینکه تمکین خاص رو انجام بده، یعنی همچنان دوشیزه است، با میتونید از اینجا برین، بابا از اینجا برینش کنید، همچنان دوشیزه است، میتونه این حق رو اعمال کنه، یعنی با آقا بگه که من تا مهریم رو نگیرم میخوام از حق حبسم استفاده کنم. یعنی چی؟ یعنی مهریم رو بگیرم بعد بیام تمکین کنم، تمکین خاص رو انجام بدم. و الان تو مباحث خیانت و اینها نه، اگه خانم خیانت کنه، اگه آقای خیانت کنه نریم لطفاً، چون مبحثمون اصلا این نیست. مبحثمون حق حبس و بدبختی های حق حبسه. من خیلی موکل داشتم که با 1000 تا آرزو ازدواج میکنن و میرن سر مثلا فکر میکنن رفتن سر خونه زندگیشون، 2 هفته 3 هفته 1 ماه 6 ماه میگذره، بعد یهویی میبینن که خانم دیگه نه جواب میده نه حرفشون رو میزنه، سنگین رنگین شده، تغییر کرده. خب چه اتفاقی افتادی؟ چی اظهارنامه داده که من من بعد در تمکین شما نیستم تا مهریم رو پرداخت کنید، من دوشیزه هستم و میخوام از حق حبسم استفاده کنم. خب و این یه حقیه که ایشون داره و میتونه اعمالش کنه و پرونده های بسیاری رو داشتیم که به این شکل اتفاق افتاده و آقایون موندن که چی کار کنن. بعد با خودشون گفتن خب این که تمکین نمیکنه، میخواد مهریه‌اش رو بگیره، منم نفقش رو نمیدم. باز یه نکته مهم بهتون بگم، خانوم وقتی دوشیزه است
و میخواد حق حبسش رو اعمال کنه، متاسفانه یا خوشبختانه، نمیدونم چی بگم، اصلا کار نداشته باشید من حق حبس رو قبول دارم یا ندارم، ولی به یواشکی بهتون بگم من این حق رو اصلا قبول ندارم. چرا؟ چون ما اصلا این آگاهی رو نداریم نسبت بهش و در واقع دکانی شده برای ارزاندام کاسب هایی که قصدشون زندگی مشترک نیست و در واقع به این طریق دارن بنیان خانواده رو متزلزل میکنن. واضح گفتم بهتون دیگه. پس خانومی که میاد حق حبسش رو اعمال میکنه نفقه هم بهش تعلق میگیره. بنابراین در اینجا عدم تمکین خاص زن به معنای ناشزه، این خیلی مهمه ها، به معنای ناشزه بودن ایشون نیست و نفقه بهش تعلق میگیره، مهریه رو هم میگیره، در تمکین خاص آقا هم نیست. این آقا هم بمونه تا 10 سال دیگه تا مهریه مستهلک بشه، بعد خانم بیاد حالا در واقع تمکین کنه. قطعا همچین زندگی های پا نمیگیره و قطعا آخرش طلاق هستش. اما چند تا نکته رو بهتون بگم. به یک سری از مهریه ها حق حبس تعلق نمیگیره. مهریه‌ای که در واقع معجل باشه. یعنی چی؟ یعنی براش اجلی در نظر گرفته باشیم. مهریه‌ای که گفته باشیم که مثلا در 5 سال آینده این تومن آقا به عنوان مهریه به خانم پرداخت کنه، یا مهریه‌ای که مثلا عین معلوم باشه آقا در 5 سال آینده، در 10 سال آینده فلان ملک به پلاک ثبتی فلان که مثلا الان هم آقا مالکشه رو به نام خانم خواهد کرد. اینها مهریه هایی هستن که دیگه خانوم در مورد این مهریه ها نمیتونه اعمال حق حبس داشته باشه. بنابراین اگر خواستید که مهریه هم بگذارید، طوری بگذارید که خانم نتونه از حق حبسش استفاده کنه، یا مهریه رو اندل استطاعه بنویسید. یعنی چی؟ مهریه رو اندل مطالبه ننویسید. داستان تمکین خاص و حق حبس چیه؟ خواب بودی شما. تمکین خاص به روابط زناشویی میگن تمکین خاص. خب این که از این حق حبس هم حقی هست که قانون برای زن قائل شده، یعنی به نوعی خودش رو حبس میکنه، تمکین خاص انجام نمیده در مقابل شوهرش، میگه تا مهریم رو ندی من در مقابلش رو تمکین خاص انجام نمیدم. اینم از این. امیدوارم که سوالتون رو پاسخ داده باشم. من عذرخواهی میکنم دیر شد لایوم، ولی خب شارژم ندارم، ممکنه که هر لحظه خاموش بشه، در جریان باشید. خب پس یکی این که مهریه معجل باشه حق حبس تعلق نمیگیره، یا این که مهریه اندل استطاعه باشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مهریه رو بزنید مثلا 100 تا سکه هر چقدر، خب 100 تا سکه اندل مطالبه حق حبس داره، ولی اگر بزنید اندل استطاعه، اول خانم باید استطاعت آقا رو اثبات کنه، بعد میتونه از حق حبس استفاده کنه. بنابراین مهریه اندل استطاعه هم حق حبس رو از خانم میگیره. پس آقایان محترم حواستون رو جمع کنید. این قانون وجود داره، خواهی نخواهی. قانون درستی هم نیست از نظر منی که زن هستم، میگم این قانون کلی اشکال داره، کلی مشکلات داره به وجود میاره. اما حالا که هست و وجود داره، لااقل با آگاهی این رو انتخاب کنید، در مهریه رو انتخاب کنید و بدونید که اگر آگاهی نداشته باشید نسبت بهش، دچار بحران‌های زیادی میشه زندگی زناشوییتون، زندگی مشترکتون و اتفاقای زیادی میفته. حالا نگید کی مهریه رو داده کی گرفته، اینها که پدر مادرامون میگفتن مال 30 سال پیش بود، 40 سال پیش بود، مال ازدواجای مثلا سال 50 و 60 بود. الان دیگه اینطوری نیست. الان دهه 70 دهه 80 اصلا اینطوری نیستن. شاید هم دهه 60 نمیدونم، ولی ما دهه 60 شاید حالا باز قابل تحمل تر باشیم، ولی بازم من میگم همچین ریسکی نکنید و برای اینکه خانم حق حبس نداشته باشه، اگر دوشیزه هستش، مهریه رو یا معجل بزنید، یعنی دارای اجل باشه،
یا هم اندل استطاعه بزنید اگر ندارید و اگر میخواید مهریه بذارید به این شکل بذارید که خانم نتونه حق حبسش رو اعمال کنه. چه بسا افراد بسیار زیادی رو داریم الان که همچنان خانم در تمکین نیست و آقا داره هم نفقه میده و هم مهریه خانم رو پرداخت میکنه و تا اینکه مهریه مستهلک بشه و خانم بیا تمکین کنه. خب قطعا میگم دیگه این زندگی هایی هستش که آخرش ختم به جدایی خواهد شد. خب این هم حق حبسی بود که باید حتما خدمتتون توضیح میدادم. به نظرم خیلی مهم بود و امیدوارم که ازش خیلی استفاده کنید. امیدوارم آگاه شده باشید و دور و بریاتون آگاه کنید به این مسئله. تا جایی که میتونید اطلاع رسانی کنید. اگر سوالی داشتید میتونید دایرکت بپرسید. دوستان من اون سوالهای شما رو منتقل میکنن قطعا و حالا اگر اوکی باشه استوریش میکنیم و پاسخگو هستم که همه بتونن استفاده کنن از سوال و جوابی که مثمر ثمر برای همه باشه. تا موبایلم شارژش کلا صفر نشده و یهویی من از صفحه خارج نشدم ازتون خداحافظی میکنم. تقریبا نزدیک شب دیگه. به هر حال وقتتون بخیر باشه، اوقاتتون بکام باشه. آقای علیزاده خیارات رو باشه چشم دفعه بعد توضیح میدم، خیار رو اینها رو دفعه بعد توضیح میدم. ولی یه بنده خدایی بود اصلا نمیتونست، حقوقی نبود، نمیدونست خیارات چیه، فکر کرد ما راجع به میوه ها صحبت میکنیم. بعد گفت پس اگه اینطوریه نارگیل و فلان و اینها رو هم توضیح بدید. حالا چشم، اگر سوال خاصی هم بود همکار محترم من در دایرکت در خدمت شما هستم. حالا ادمینمون هم سوالهای مهم رو به من منتقل خواهد کرد. به هر حال میگم قبل از اینکه شارژ موبایل بنده تموم بشه من از حضور همتون خداحافظی میکنم. اوقات خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که لحظات خیلی قشنگی رو داشته باشید و آگاهانه تصمیم بگیرید که بعدش پشیمون نشید. دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.